یکی از جنجالی‌ترین و بحث‌برانگیزترین آثار تاریخ سینما. داستان در سال 1944 و در دوران جمهوری فاشیستی یک طلا در شمال ایتالیا می‌گذرد. 4 مرد قدرتمند، یک دوک، یک اسقف، یک قاضی و یک بانکدار تصمیم می‌گیرند برای ارضای امیال سادیستی خود گروهی نوجوان دختر و پسر را انتخاب و اونا رو به قصری دورافتاده ببرند. خانواده‌های قربانیان هم در این معامله حضور دارند و عملاً فرزندشون رو واگذار می‌کنند. در قصر قوانین سخت و بی‌رحمانه‌ای وضع می‌شود. قربانیان کاملاً از هویت، آزادی و اختیار محروم می‌شوند. هر گونه نافرمانی مجازات شدید داره. چند زن مسن‌تر که نقش راوی رو دارند داستان‌هایی از تجربیات جنسی و انحرافی خود تعریف می‌کنند. طلا یا 120 روز سادن. or the 120 days of Sodom.